الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله إيمانا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادرانم و خواهران موحدم، بارک الله فیکم. بإذن الله سبحانه و تعالی این درسی 28مین ما از شرح کتاب اصل السنه و اعتقاد الدین که بیان کننده عقیده سلف صالح است و این عقیده ابو زرعة الرازی وفات کننده 264 هجری و ابو حاتم الرازی وفات کننده 277 هجری از علمای فارس هستند که عقیده همه سلف را بیان میکنند. موضوع امروزه ما دو موضوع است که بیناد نازک است و بیناد موضوع عقیدوی خوب است که باید به دقت بیاموزیم و اعتقاد خود را در بالای این موضوع خوب بکنیم. موضوع اعتقادی است، ایمان آوردن به صراط یا که میگن جسر هم میگن و به صفتهای او، یعنی به پول، در زبان فارسی پول، کوپروک، انا همچنین عباره ها وجود دارد و این چنین در مسئله بارک الله فیکم این چنین ترازو، میزان و برکشیدن گناهان و ثواب صحبت خواهیم کرد. پس ان شاء الله سبحانه و تعالی شروع میکنیم به موضوع که قال الرازیانی دو رازیان ابو زرعة الرازی و ابو حاتم الرازی بیان کردند و بگفتند که والصراط حق، صراط حق است. همون پول یا کوپریکی که در بالای جهنم گذاشته شده است حق است. معنای این سخن این است. بارک الله فیکم. علمای سلف جنت و دوزخ را پیش از صراط گفتن، در حالتی که وفات کردن، عذاب قبر، منکر و نکیر و حشر شدن از قبر، میزان، یعنی سوال بگیم حسنات و سیئات را، نیکه ها و بدی ها را ترازو کردن و به پل صراط، حوض کوثر و به پل صراط رفتن و از پل صراط گذشتن، بعد یا جنت یا دوزخ، یعنی آخرین چیز جنت یا دوزخ است. لیکن در باب عقیده ببینید علما جنت و دوزخ را پیش از دیگر وسایل میگیرند. جنت و دوزخ این غایت است، یعنی مقصد آخرین جنت یا دوزخ میشود. غایت آخرین یا جنت یا دوزخ است. اما این باقی مانده چیزها وسیله رفتن به جنت و دوزخ یا مسائلی که به همون وسیله است. اما چرا جنت و دوزخ که آخرین مسائل است در اول گفته میشد؟ به خاطر آنکه شأن، درجه جنت و دوزخ بیناد بزرگ است. از همین جد علما میگند ابو حاتم الرازی و ابو زرعة الرازی جنت و دوزخ را، جنت و نار را پیش از میزان، پیش از صراط، پیش از حوض، پیش از حیات برزخ ذکر کردند. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه جنت و نار بیناد دو چیزی بزرگ است و جنت و نار این دو زمین است که بگیم دو مکان است که ابدالابد باقی میماند. جنت و نار این غایت است و نهایت است. وقتی که شما جنت و دوزخ را خوب فهمیدید، باقی مانده مسائلی که وسائل و عبور به سوی جنت و دوزخ است خوب میفهمید. از همین جهت ما جنت و دوزخ را در دو حلقه گذشته بیان کردیم. حالا همون حادثه هایی که پیش از رفتن به جنت و پیش از داخل شدن به دوزخ به وقوع می پیوندد و من شما باید ایمان بیاریم ذکر کرده می شود. پیش از جنت و پیش از دوزخ صراط است. صراط حق است. ایمان آوردن به این فرض عین است و این کارش کفر است. پس صراط این یک کوپروکه، یک پولی هست که در بالای جهنم گذاشته شده است. هر کسی که از همین صراط میگذرد به جنت می رود، کسی که نمیگذرد به جهنم می غلطد. پس صراط چیست؟ یک راهی که به بالای مابین، در مابین بالای جهنم دوزخ
ساخته شده است. راه، این را میگن من و شما کوپروک یا پول، یا شما لهجه های خود را که این را چی میگن بنویسید که چی میگن. و در زمان عربی این را میگن با این چنین جسر. به زبان روسی ماست هم میگن. بارک الله فیکم. کلمه جسر در حدیث آمده است، آشکار و واضح. امام بخاری روایت میکنند، امام مسلم روایت میکنند از حدیث ابی سعید الخدری رضی الله عنه آمده است که قلنا یا رسول الله مل جسر، گفتم ای رسول الله جسر چیست؟ جسر چیست یعنی پول صراط چیست؟ همون کوپروک چیست؟ پیامبر گفتند مدحضة مزله، یعنی یک جای امتحان، یک جای شدائد و یک جای وزین است. یگان کسی نیست مگرم این که از بالای پول صراط میگذرد. چقدر که منزلت بالا داشته باشد، چقدر که درجهش بالا رفته باشد. حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم به بالای جسر میگذرند. اگر رسول الله گذرند باقی مانده انسان ها من باب اولا است که بگذرد. به سوی جنت راه نیست، یگانه راهی که است به بالای همون کوپروک باید بگذرید. اما هر کس هر خیل میگذرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم در یک میجه زدن، چشم پوشیدن و کشادن، میجه زدن مثل برق میگذرند. و کسایی هستند که دوان دوان، و کسایی هستند که شتابان، و کسایی هستند که قدم زدن، و کسایی هستند که کشوله کنان میروند که حدیث رو در این باب بیان میکنیم. هر یک انسان به بالای این دوزخ و به بالای این صراط میگذرد. دلیل سوره مریم 71 است. الله سبحانه و تعالی میگه و این منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیه. یگان نفر از شما نیست مگر این که وارد می شود. به چی؟ به دوزخ. و این را الله یک چیزی حتمی قضا کرده است. وارد می شود معناش این نیست که علما میگن در تفسیرش وارد می شود معناش این نیست که هر یک شما حتما به درون دوزخ وارد می شود، نه، بلکه به بالای دوزخ گذشتن رو هم وارد میگند. چخیلی که وارد شدن را گذشتن از پل صراط ذکر کردند. فسره بالمرور علی الصراط میگند. تفسیر کردند صحابگان کلمه ورود را و این منکم الا واردها، یگان نفر از شما نیست مگر اینکه وارد میشد. وارد یعنی چی؟ مگر اینکه از بالای انا همون پلی کوپروک صراط میگذرد. البته که تاثیر دارد. کی این سخن را میگه؟ ابن مسعود. نظر کنید به تفسیر ابن جریر الطبری، مجله 15 595 صفحه، و مستدرک حاکم مجله دوم صفحه 375، یا که جابر ابن عبدالله خیلی که امام مسلم روایت میکنند، یا که غیرشون از تابعین حسن البصری در کتاب معانی القرآن للزجاج ذکر شده است و تخفیف من النار صفحه 266 هم ذکر شده است. پس صحابگان و تابعین معنای وارد شدن را این نه که حتما هر یک شما ای مسلمان ها، ای موحد ها، هر یک شما دوزخ به وارد می شوید، این چنین نیست، بلکه کسایی هستند که کافر هستند، مرتد و منافق حتما داخل دوزخ می شوند ابدالابد. کسایی هستند که مؤمنان هستند و گناه کبیره دارند، الله کسی را خواهد می بخشد و کسی را خواهد عذاب می دهد و به دوزخ می درد. آدم های گناهگار وقتی که گناهش پایان رسید باز به جنت می رود. اما کسانی هستند که فقط به بالای کوپروک می گذرند اما به دوزخ وارد نمی شوند. و این چنین انسان ها هم البته تفصیلات دارند، قسم های خود را دارند. بعضی ها مثل یک میجه زدن میگذرند، زود میگذرند، مثل رد و برق میگذرند، بعضی ها دویده میگذرند و بعضی ها راهگردان و بعضی ها کشوله کنان و همچنین. خیلی که عبدالله ابن مسعود میگن الورود لیس بالدخول فیها، ورود این داخل شدن نیست میگن، ولکنه حضورها والوقوف علیها، بلکه حاضر شدن و واقف شدن بر بالای وی است. مثل الدابه ترد الماء ولا تدخله او تدخله، به مانند حیوان میگن به نزد آب می آید وارد به آب میشد. معناش اینه که به آب داخل شد، بلکه دهانش رو به آب میاندازد و آب رو مینوشد اما خودش به درون آب داخل نمیشود. پس معنای آیت این نیست که حتما هر یک انسان داخل دوزخ میشود، بلکه به بالای دوزخ، به بالای پرصراط میگذرد. نظر کنید به کتاب التخفیف من النار صفحه 247 که روایت ابن عبدالله ابن مسعود رو ذکر کردند. و در روایت بارک الله فیکم امام بخاری، البته
از ابو هریره رضی الله عنه روایت شده است که امام بخاری روایت میکنند عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فلج النار إلا تحلة القسم وإن منكم إلا واردها. امام بخاری یعنی در زیر این باب ذکر میکنند که بارک الله فیکم این هم دلالت به ان همین میکند که انسان به دوزخ داخل نمیشد اما به بالایش میگذرد. در تفسیر سعدی آمده است که در زیر قول الله سبحانه و تعالی سوره تحریم آیه 8 یوم لا یخزی الله النبی والذین آمنوا معه نورهم یسعى بین ایدیهم و بایمانهم. روزی که الله سبحانه و تعالی پیامبرش را و آنهایی که به همراهی پیامبر صلی الله علیه و آله ایمان آورده اند اونها را چی نمیکند؟ خوار و زار نمیکند، بلکه اونها را حفظ میکند الله. و الله به پیامبر و به مؤمنانی که با همراه پیامبر هستند نور میدهد که از پیششون یک نوری هست، از دو پهلوشون نور است و به واسطه همین نور از این ظلماتی پل صراط میگذرند. پل صراط بلندی دارد، پایانی دارد، مشقت دارد، کلالیب دارد، چنگک ها، یک آهن های مخصوصی هست که نام های انسان نوشته شده است. می آید همون آدم معین را میزند و با همراه خودش به دوزخ میبرد. سبحان الله. و این چنین این را کلالیب میگویند. و بارک الله فیکم ظلماتی است، انسان ها راه گم میزنند و به جهنم میروند، اما در همان روز پیامبر و کسانی که به پیامبر ایمان آوردند الله به آنها نور داده است که به واسطه همون نور نجات مییابند. در تفسیر سعدی میگن که بانه السعی علی الصراط، حرکت و کوشش کردن در بالای صراط یعنی در بالای کوپروک، و نور الذی ینیر الطریقه، و همون نوری که در این آیه آمده است همون نوری که راهشون رو اهل توحید به همین نور میبینند. رواه عطیه العوفی عن ابن عباس میگن این روایت از ابن عباس است، در تفسیر سعدی آمده است. بارک الله فیکم. در صحیحین آمده است از حدیث ابو هریره رضی الله عنه که قال یضرب الصراط بین ظهری جهنم. پل صراط همین کوپروک در بین و بالای جهنم، در بالای جهنم در بین همون جهنم گذاشته می شود. پیامبر میگن که فاکون انا و امتی اول من یجیزها ولا یتکلم یومئذ الا الرسل. اولین کسی که از بالای این کوپروک این پل صراط میگذرد من و امتهای من هستم میگن. و در این روز هیچ کسی سخن نمی کند، حق سخن کردن هم ندارد و سخن هم نمی کند بجز پیامبران. و دعوى الرسل یومئذ، پیامبران در همون روز چی میگفتند؟ دعایشون چی بود است؟ همه پیامبران دعایشون چی بود است؟ اللهم سلم سلم. الله اکبر. ای الله سلامت قرار بده، سلامت قرار بده. یعنی ما را از این سبحان الله وزنینی پل صراط نگه بدار. همه پیامبران هم به خودشون و هم به امتشون دعا میکردند. و فی جهنم کلالیب مثل شوک السعدانی، و جهنم همین دوزخ به خودش کلالیب دارد، چنگک ها میگیم، یعنی یک آهن های نوکتیز نوکج تیز از درون جهنم آهن میبراید و آدم هایی که در پل صراط هستند میزند و میکشد به درون جهنم. سبحان الله. کلالیب. هل رأیتم السعدان میگن، یعنی همون آهن های مخصوصی که در بنی سعدان بود همون بیان میکنن که صحابه میگن که نعم یا رسول الله بله میدونیم. فإن مثل شوک السعدان، مثل همون شوکه ها آهن های نوکتیزی مثل که قبیله سعدان دارد مثل همون است که میگن آهن های مخصوص مثل نیزه از درون جهنم می آید. انسان هایی که در پل صراط هستند و اینها گناه دارند اونها رو میزند و میگیرد به پایان میبرد. الله المستعان. به نهایت آهن های بزرگ که الله خودش میداند. غیر ان لا یعلم ما قدر عظمها الا الله. بزرگین آهن ها رو خود الله میداند سبحانه و تعالی. تخطف الناس باعمالهم. مردم این آهن ها زده به جهنم میبرد به سبب عمل هایشون. یعنی همین عمل است که شما را یا نجات میدهد یا جهنم میبرد. و این حدیث آشکار و واضح رد است به مرجئه ها که میگویند عمل از رکن ایمان نیست، عمل نکنید هم شما مسلمان هستید یعنی جنتی است. میگن این باطل است.
در دوام حدیث پیامبر میگه فمنهم المؤمن یبقى بعمله او الموبق بعمله او الموثق بعمله و منهم المخردل او المجازى. پس اینها انسان ها به سبب عملی کرده اش نجات مییابد یا که به سبب عمل های کرده اش که از عمل های کفر و شرک و گناه باشد خراب می شود. و این حدیث متفق علیه امام بخاری و مسلم روایت میکرد. پس انا این بود پل صراط که در کجا گذاشته میشه است؟ در بالای جهنم. از بالاش کسی که میگذرد به جنت میرود. اما صفت های پل صراط چگونه است و کسایی که در بالای پل صراط راه میگردن حال اینها چگونه است؟ در وصف های صراط، یعنی همون پل، همون کوپروکی که در بالای جهنم است، حدیث های بسیار آمده است. در روایت امام مسلم آمده است که از قول ابی سعید الخدری انه قال که میگویند انه ادق من الشعر و احد من السیف. امام مسلم با رقم 183 ذکر میکنند. این قول ابی سعید الخدری است که میگویند پل صراط سبحان الله تیزتر از شمشیر و باریکتر از موی است. باریکتر از موی سر، تیزتر از شمشیر است. این یک عباره ای که به شما بیان میکند که از بالای پل صراط هر کس نجات یافته نمیتواند. انسان اگر عملش خوب باشد عملش او را نجات میدهد. در صحیحین آمده است از حدیث ابی هریره که ودع الرسل یومئذ اللهم سلم سلم. حالت مردم چی است؟ حالت مردم در این روز همه در ترس و وهم هستند. فقط پیامبران سخن کرده میتوانند. پیامبران چی میگفتند؟ خیلی که در حدیث متفق علیه امام بخاری اومد میگفتند که اللهم سلم سلم، ای الله ما را نگاه بدار و حفظ بکن و سلامت نگاه بدار. از حدیث عبدالله ابن مسعود مرفوع آمده است. مرفوع یعنی حکم این حدیث به پیامبر صلی الله علیه و سلم میشد. حدیث مرفوع گوییم، یک روایت رو مرفوع بگوییم، یعنی به پیامبر صلی الله علیه و سلم این سند میرسد. و اینجوری از سلمان میگن موقوف و مرفوع آمده است که بارک الله فیکم، گویا که از پیامبر صلی الله علیه و سلم ثابت شده است که ان همون پل صراط از شمشیر هم تیزتر است، برنده تر است، که حاکم در مستدرکش روایت میکند. نظر بکنید حدیث عبدالله بن مسعود در مستدرک مجله دوم 375 صفحه موقوف و حدیث سلمان در مستدرک اینچنین مرفوع. بارک الله فیکم. هر کسی که به بالای صراط برآمد به مقدار عملش حرکت میکند. عملش زیاد بود حرکت زود، عملش کم بود حرکت کم. موحدی که تطبیق توحید کرده بود و براءت از کفار و مشرکین نموده بود و عقیده را آموخته و فهمیده و عقیده های اعتقادی و عملی را انجام داده، البته که این زود میگذرد. اما موحدی که توحید را فهمید و بی‌پروایی کرد و به اهمیتی کرد، البته که این به مقدار همون عملش میگذرد. خیلی که در حدیث امام بخاری و مسلم روایت کرده از حدیث ابی سعید الخدری رضی الله عنه روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم المؤمن كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. مؤمن به مانند یک میجه زدن میگذرد، طرفت عین، یعنی یک میجه زدن به بعضی مؤمن ها هستند که میگذرند. بعضی انسان ها هستند که به مانند رد و برق، چخلی که رد و برق میزند انا مخل میگذرند. بعضی ها به مانند شمال میگذرند، بعضی ها به مانند دویدن اسب میگذرند، بعضی ها به دو پایشان دوان میگذرند. مسلمانی که نجات مییابد و کسایی هستند که میغلطند و کسانی هستند که کلش میگن. کلش یعنی خودشون رو میکشند به انگشتانشون و کسانی هستند که فقط شکمشون کار میکند. چخلی که در حدیث اومده است عمل کم باشد در بالای پل صراط درمانده انسان میماند. اولین امتی که برای اونها با بالای صراط پل صراط گذشتن اجازت میشود و میگذرند، این امتی محمد صلی الله علیه و سلم است. خیلی که در حدیث متفق علیه ثابت شده است از حدیث ابو هریره رضی الله عنه و اول من یجوزه من امتی محمد گفته میگن. و اولین کسایی که از امتی محمد صلی الله علیه و سلم میگذرد کی است؟ این مهاجران هستند. خیلی که در روایت امام مسلم از حدیث ثوبان روایت میشد. به فضل نظر کرده میگذرند. فضل صحابگان رو در یاد دارید؟ مثل همون فضل است. بارک الله فیکم.
از بالای صراط اهل ایمان، اهل توحید، کسایی که دینشون را آموختند و تطبیق کردند و توحید را آموختند و تطبیق کردند و از اهل توحید شدند میگذرند. و اما کفار و مشرکین البته که از بالای پل صراط نمیگذرند، حتما به آتش دوزخ میغلطند و در همونجا حبس میشوند، یعنی محکم شده میمانند. این بود یک مسائل. آیا یگان فرقه هست که پل صراط را انکار بکند و رد بزند و بگوید که نه این چنین چیزی وجود ندارد؟ بله، طائفه های هستند که همین پل صراط را انکار کردند، معتزله ها و خوارج ها و بعضی از اهل کلام. چرا خوارج ها پل صراط را انکار کردند؟ به خاطر اینکه خوارج ها اصلا ایمان ندارند که یک آدم موحد به جهنم میغلطد. نه، میگن که آدم موحدی که حقیقی است حتما یگان بار به بالای پل صراط هم نمیگذرد، راست جنت میرد. آدمی که کافر است حتما دوزخ میرود. اما در نزد اینها آیا یک آدمی موحدی مسلمانی گناهگار وجود دارد یا ندارد؟ در نزد خوارج وجود ندارد. یا آدمی موحدی بیگناه یا آدمی کافر مشرک. از همین جهت در نزد خوارج ها آدم هایی که مسلمان است و گناه کرده است همش چی است؟ کافر است. یک موحد زنا کرد، یک موحد دزدی کرد، یک موحد دشنام داد، یک موحد غیبت کرد، یک موحد این کرد و آن کرد. گناه کبیره رو کردنش ممکن است یا نیست؟ ممکن است. از نظر خوارج ها اینها انسان های گناهگار نیستند، مسلمان نیستند. اینها میگن کافرند، همراه کافرین. از همین جهت میگن پل صراط در کار نیست، لازم نیست. اما اهل سنت و جماعت میگن که انسان ها سه قسم هستند: کافرین، مشرکین، مرتدین و منافقین. یک بار جهنم ابدالابد، جهنم خاص برای اینها. مؤمنین و موحدین اینها جنت. اما در بین مؤمنین و موحدین هستند که گناه کبیره کردند، گناهشان زیاد است. اینها به یک آماده کرده دوزخ داخل میشوند و دوزخ اینها پایان مییابد. خیلی که دیروز گفتیم بارک الله فیکم که این تقسیمات رو ما باید خوب بدونیم. حیاکم الله. و این که این بعضی از اهل کلام خیلی که گفتیم این کار میکنند. این کار اینها البته که مخالف بر قرآن و سنت است. چلی که ما حدیث های پیش گذشته رو گفتیم، حدیث های صحیح از امام بخاری و مسلم به همین روایت میکرد که انسان های هستند که به پل صراط میگذرند، مؤمن و موحد میغلطند به سبب گناه ها، اما باز نجات مییابند. عمل انسان رو نجات میدهد، یعنی عمل سبب نجات انسان است و سبب آسان شدن راه میشود. حتى تعجز اعمال العباد حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير الا زحفا. میگن تون که عمل های بنده ها کم میشود، نابود میشود. حتی یک مرد میآید به پل صراط که راه گشته نمیتواند، حرکت کردن نمیتواند مگر هم یک حرکتی کمی. حدیثی است. به سبب چی؟ به سبب عمل. از عبدالله ابن مسعود روایت است که میگند یکون آخرهم رجلا یتلبط علی بطنه. آخرین مردی که از پل صراط میگذرد یک مردی که به واسطه شکمش خودش رو میجنباند و کم کم پیش میرود. سبحان الله، چندین هزار سال در بالای همین پل صراط کباب میشود و میگذرد و همین ندا کرده میگوید که یا ربی لما ابطأت بی فیقول انما ابطأت بک عملک. ای رب من چرا مرا یعنی سست قرار دادی در بالای کپرو که فقط با شکمم کم کم خودم رو پیش میبرم؟ الله میگفته است که من تو را سست نکردم، عملت تو را سست کرد. این روایت رو نظر کنید به مصنف ابن ابی شیبه به رقم 38792 و کتاب زهد و کتاب مستدرک مجله 4 صفحه 496 و غیره. این روایت آشکار یک ضربه به وجه و به روی خنک این مدخلی ها و این حزبی ها که این روی خنک ها میگن که عمل شرط نیست. انا دیده شدید کسی که عمل ندارد در بالای جهنم تمام است کارش. سبحان الله. حالت انسان ها در اون روز امام بیهقی روایت میکنند به سندش از مسروق عن عبدالله قال یجمع الله الناس یوم القیامه. الله مردم رو در روز قیامت جمع میکند، همه رو جمع میکند. دوام حدیث همین است که فمنهم من یعطى نوره مثل الجبل بین یدیه.
بعضی انسان ها هستند که الله به آنها نور میدهد، نورشان مثل کوه ها بزرگ است. و منهم من یعطى نوره فوق ذلك، و بعضی هستند که نورشان از کوه هم بزرگتر زیاد است. و منهم من یعطى نوره مثل النخلة بیمینه، و بعضی انسان ها هستند که الله به آنها نور میدهد به مانند یک درختی خرما از طرف راستشان. و کسایی هستند که به مانند یک باز کوچکتر نور به طرف راستشان. و کسانی هستند که یعطى نوره فی ابهام قدمیه، در هر دو پایش، هر دو انگشت کلانیه که دارد، پای دو انگشت دارد، دو انگشت کلان، هر دو پای راست یک انگشت کلانی، پای چپ یک انگشت کلانی. بعضی انسان ها بوده است که الله نور را فقط به همون انگشتش میداد است که بعضی وقتی نور روشنایی میکند، راه میشود، راه میگردد، و بعضی وقت این نور در انگشت ها خاموش میشود که راه هم نابود میشود و توقف میکند، و همچنین در مدت بینهایت زیاد به سوی جنت حرکت میکرد. حدیث البته حدیثی سه است که امام بیهقی روایت میکرد. بدایت نهابه ابن کثیر هم در مجله 20 صفحه 82 ذکر میکرد. الله اکبر. پس این است پل صراط و حالت کسانی که به بالای اون میگذارند. بارک الله فیکم. با همین مسائل پل صراط به پایان رسید. پس ما به همین ایمان میبریم. جایی که باید ایمان بریم همین است. مسئله دوم ایمان آوردن، یعنی اقرار، تصدیق، قبول نمودن، باوری کردن. ایمان چیست؟ یعنی اقرار و تصدیق کردن، قبول، تصدیق، راست شماریدن به میزان، ترازو و صفتهای ترازو که در روایت ها آمده است. بارک الله فیکم. قال الرازيان والميزان الذي له كفتان توزن فيه أعمال العباد حسنها وسيئها حق. میزان ترازویی که دو کفه دارد، دو پله، دو کفه یعنی دو طرف دارد که هر دو طرف یک کفه‌ای دارد. ترازوی زمانه قدیم عادتا همینجوری بود که به یک جای آویزان میکردند و در دو طرف دو صحن، دو لگنده داشت و دو کفه داشت. به یک طرف سنگ را میگذاشتند، به یک طرف مواد را میگذاشتند و میسنجیدند. این ترازو بود. کفتن انا همین ترازو است. یعنی ترازوی روز قیامت هم دو کفه دارد، دو پله دارد، یعنی از دو طرفش است. در یک طرف عملی خوب و در یک طرف عملی بد و غیره. توزن فیه اعمال العباد. این ترازوها برای چی؟ برای اینکه وزن کرده شود، سنجیده شود، برکشیده شود عملهای بنده ها. کدام عملهای بنده ها؟ حسنوها، نیکی هایش، و سیئوها، و بدی هایش. و همین ترازو حق است و ایمان آوردن به ما چی است؟ فرض است. وقتی که به روز قیامت ایمان آورده میگن باید ایمان بیاریم که یک ترازو وجود دارد، دو پله دارد، دو کف دارد، دو کفتان از دو طرفش کفه دارد. عمل نیکی و عمل بدی گذاشته می شود. عمل نیکی غلبه کرد نجات است، عمل بدی غلبه کرد البته که عذاب است. پس انمین میزان، انمین ترازو حق است. الله سبحانه و تعالی در سوره اعراف تشت میگه والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون. وزن نمودن، برکشیدن در روز قیامت این حق است. الله به ما خبر داده است و خودش تصدیق کرده است. پس هر کسی که ترازویش جانب نیکویش بگیم وزمینی بکند، پس اونها از جانب نجات یافتگانند. هر کسی که ترازویش در اعمال و نیک و توحید وزنینی بکند نجات یافته است. و در آیت انبیاء آیت 47 الله میگه و نضع الموازین القسط لیوم القیامه
ما در روز قیامت ترازوهای عدل را میگذاریم. اینقدر ترازوی روز قیامت عادل‌ترین است که مثل یک ذره که مثل یک چنگ، یک ذره که عملی ثواب کرده باشد همون وجود دارد، اگر عملی گناه کرده باشد انا همون هم وجود دارد. احتیاط بشوید. علما میگن ذکر میزان، یعنی ذکر شدن و بیان شدن ترازوی روز قیامت در سنت رسول الله و در اثر صحابه این تواتر است. یعنی تواتر این که به نهایت صحابگان زیاد روایت کردند و در صحیح آمده است که قال رسول الله صلی الله علیه و آله والحمد لله تملأ المیزان. و حمد و ستایش، این کلمه حمدلله، الحمدلله چی میکرده است؟ میزان شما رو پر میکرده است، یعنی وزنین میکرده است. پس هر کسی که این ذکر رو الحمدلله 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 رو بگوید، روز قیامت میزانش، ترازویش، جانب خوبیش، جانب حسنات و نیکویش غلبه میکند. و این روایت صحیح است. امام مسلم از حدیث ابو مالک الاشعری روایت میکند و در صحیح آمده است. امام بخاری و مسلم روایت میکنند که کلمتان حبیبتان الى الرحمن، کلمتان حبیبتان الى الرحمن خفیفتان على اللسان ثقیلتان فی الميزان سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم. دو کلمه وجود دارد که دوست داشته ترین کلمه در نزد الله است و به نهایت این کلمه گفتنش به زبان آسان است، اما در روز قیامت به نهایت وزنین و سنگین به بالای میزان است. ترازوی شما رو وزنین میکند در جانب عملی ثواب شما. این کدام کلمه است؟ سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم. روایت امام بخاری با رقم 1406، روایت امام مسلم با رقم 2694 از حدیث ابو هریره رضی الله عنه روایت است. کلمتان حبیبتان الى الرحمن خفیفتان فی الميزان ثقیلتان خفیفتان فی اللسان ثقیلتان فی الميزان. معروف است. بارک الله فیکم. پس جماعت از صحابگان بمانند معاذ بن جبل، ابی الدرداء، عبدالله بن عمرو ابن العاص، عایشه رضی الله عنها و سلمان الفارسی، از انس بن مالک، حذیفه بن الیمان و غیرشون روایت های بسیار آمده است و اجماع را نقل میکنند به این که فرض است که انسان ایمان بیارد به انا همین ترازو. بمانندی اجماع را نقل کننده ابن بطه در کتاب نظر کرد الدرر المنثور مجله ششم صفحه 320 و 334 و شرح لیبونه مجله اول 203 نظر بکنید که اینجا اجماع را نقل میکنند. پس مراد و مقصد از میزانی که در شریعت آمده است چیست؟ میزان یعنی همون چیزی که مقداری گناههای شما را، نیکوهای شما را یا بدیهای شما را معین میکند و دو کف دارد، دو طرف دارد. و ندو موازن القسط لیوم القیامة فلا تظلم نفس شیئا و این کان مثقال حبة من خردل اتینا بها و کفى بنا حاسبین. و در روز قیامت ترازوی عدل گذاشته می شود و به هیچ کس یک ذره ظلم کرده نمی شود. هر کسی که به مانند یک ذره دانه گندم اگر کار ثواب کرده باشد آورده می شود و این البته و کفى بنا حاسبین ما میگه کفایت است از حساب کردن ما. معنیش این است که ما کاملا حساب میکنیم. و البته که حدیث صحیح آمده است که میگن یعنی بارک الله فیکم آشکار و واضح میگن که ترازو در روز قیامت وجود دارد و برای عمل کردن یعنی عملی شما رو سنجیدن است. ما من شیء اثقل فی الميزان من حسن الخلق. از حسن خلق دوده در میزان در روز قیامت هیچ چیز وزنین تر نیست. البته که در مسند امام احمد روایت میکنند. صحابگان، تابعین، تبع تابعین، سلف صالح همشون ایمان میوردند. ایمان آورده بودند که همچنین ترازوی وجود دارد و هیچ کسی اختلاف نکردند. زهیر بن عباد میگد که کل من ادرکت من المشایخ مالک و سفیان و فضیل و عیسی بن یونس و ابن المبارک و وکی بن جراح كانوا يقولون الميزان حق. همه علماء که مشایخی که من دیدم، مالک بن انس، سفیان ابن عیینه، فضیل بن عیاض، عیسی بن یونس و عبدالله بن مبارک و وکی بن جراح، همهشون چی میگفتند؟ میزان روز قیامت حق است و راست است. نظر کنید به کتاب اصول السنه لابن ابی زمنین صفحه 165. بارک الله فیکم.
بله بعضی از طایفه های باطل انا همین میزان رو، ترازو رو به عقلی فاسدش این کار کرده است. میگه که میزان یک چیزی هست که عقل ما این رو نمیگیرد و این ناممکن است، از این جد رد میکنیم. الله المستعان. یعنی به عقلی فاسد. اینجا سوال به وجود می آید که حکمت از برکشی عمل در روز قیامت چیست؟ حکمت چیست که الله یک ترازوی رو در روز قیامت میگذارد و عملهای انسانها را، نیکی ها و بدی ها را میسنجد؟ برای اینکه الله میخواهد که 100% شما یقین دانید که شما کی هستید و چه عمل کردید. یک ذره هم گمان نکنید که عملی شما زیاد بود و اجر کم است، یا عملی شما کم بود و این است و آن است. بلکه الله سبحانه و تعالی میداند عملهای شما را. الله سنجیدنش در ترازو معناش نیست که الله عملهای شما را نمیداند و میسنجد و بعد میفهمد. نه والله، این کفر است. الله سبحانه و تعالی میداند. خیلی که درباره علم الله ما در حلقه گذشته صحبت کردیم که الله پیش از این که من شما را خلق بکند چقدر عمل داریم و آیا در ترازوی روز قیامت نجات میابیم یا نمیابیم، همه این رو الله میداند. اما این میزان رو الله به خاطر پیدا کردن علم، به خاطر خودش فهمیدن نکرده است، به خاطر اینکه به شما 100% فهماند و شما خودتون حجت به سرتون قائم شود که انا همین خیلی انسان هستید و انا این عملی شما، این نیکی و بدی شما است. سبحان الله. بعضی انسان های هستند که در روز قیامت بعد از این که ترازو گذاشته می شود، بعضی انسان ها می بینند که عملی مثلا ثوابشون کم است، گناهشون زیاد است، به الله باوری نمی کنند و میگن که نه ما عملی زیاد داشتیم. الله به بالای اینها انسان های دیگر شاهد میبرد، دیگر مؤمنین و موحدین، حتی پیامبر شاهد میشوند. بعد در بعضی مسائل ها باز بعضی ها راضی نمیشوند. اینقدر بعضی ها راضی نمیشوند که الله سبحانه و تعالی بعضی ها رو دهانش رو خط میزند. نختم على افواههم، پیچت میزند الله سبحانه و تعالی بعد دهان اونها محکم است تمام. الله جسم او را به گاب میدرارد. و تکلمونا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون. دستهای ما، پایهای ما گاب میزند. وقتی که انسان به ترازو باور نکرده ناراضگی میکند، الله پای شما، دست شما را به سخن میدرارد. دستتون میگوید که من فلان کار را کردم و فلان کار را نکردم، و پای شما را هم شهادت میدهد که من به فلان کار حرام قدم زدم. الله المستعان. البته ما از این روزهای سخت به الله سبحانه و تعالی پناه میبریم، طلب میکنیم که ما رو نجات بدهد. پس بگویم ترازو برای این گذاشته شده است که حجت به بالای مردم قائم شود. مردم وقتی که به جهنم میرد راضی شده برود و وقتی که به جنت میرود داند که این فضل الله بود، نه این که خودش رفت. پیامبر میگن که هیچ کسی در روز قیامت نیست اگر حساب کتاب شود مگر این که هلاک می شود. هر کسی که الله وی حساب کتاب میکرد هلاک می شود. فضل الله من شما رو نجات میدهد. عمل این سبب است. عمل سبب نجات من شما است. بارک الله فیکم. پس مقصد از گذاشتن میزان اقامت کردن حجت یا که قائم کردن عدل بر خلقش است. از همین جهت بعضی از سلف به مانند مجاهد، به مانند اعمش و ضحاک مفسرین قرآن میگن که مراد از میزان این چی است؟ این بیان کردن حکمت الله و زنده کردن عدل الله است. پس همین ترازو آیا دیده می شود؟ بله، این ترازو محسوس است، حس کرده می شود، دیده می شود. چهلی که بعضی از اهل بدعت میگن که ترازو هست اما ترازو دیده نمی شود، ترازو مثل یک در درون است، عقلی است. این باطل است. بلکه ترازو چیزی محسوس است، حس کرده می شود. چهلی که امروز در نزد شما کامپیوتر، تلفن ها هست، می بینید، حس میکنید. حسیات یعنی با چشمتون می بینید. ترازو هم دیده می شود و دو کفه دارد، در یک طرفش عملها، در یک طرفش عملهای خوب، در یک طرف عملهای بد گذاشته میشد. فمن ثقلت موازینه و من خفت موازینه. هر کسی که عملش زیاد شد، هر کسی که عملش کم شد، چه که الله سبحانه و تعالی خودش گفته است. بارک الله فیکم. پس مقصد از گذاشتن ترازو چی است؟ برای قائم کردن حجت به خلق و برای قائم کردن عدل در بین خلق.
بارک الله فیکم. اما صفتی انا همین میزان چیست؟ صفت میزان چیست؟ ترازو صفتش چخیل است؟ در بالای اثبات شدن صفت ترازو یگان حجت واضح صریح از کتاب و سنت وارد نشده است، بلکه همون چیزی که وارد شده است همین است که چخیلی که ما به شما اثر را و حدیثی را از این چنین مرفوع از عبدالله بن مسعود روایت کردیم. این ترازو دو کفه دارد، دو طرف دارد، دو پهلو و پله دارد. بارک الله فیکم. اثر از عبدالله بن مسعود، از عبدالله بن عباس و حسن بصری و عمرو بن دینار روایت شده است که میگند ان له کفتین، ترازو دو کف دارد. بارک الله فیکم. و ظاهر حدیث به همین دلالت میکنه، ظاهر حدیثی بطاقه به همین دلالت میکند. چخیلی که این حدیث رو امام ترمذی روایت کرده اند که پیامبر صلی الله علیه و آله میگویند فطاشت السجلات و ثقلت البطاقه، یعنی یک آدم روز قیامت می رود که گناهش بسیار است، زیاده از 90 دیله دارد، هر یک این دیله ها، این دفترها پر از گناه است. این انسان میگه که تمام من هلاک یافتم، من تمام جهنمی شدم. در همین وقت الله ندا میکند که به ملائکه بیارید کرتش رو گذارید. کرته به بالش لا اله الا الله است. بطاقه همین کرته رو به بالای بارک الله فیکم ترازو میگذارند. در یک طرف گناه است، این طرف یک لا اله الا الله است. یعنی این آدم اصل توحید رو داشت، موحد بود، اما گناه زیاد داشت. لا اله الا الله غلبه میکند و نجات مییابد. سبحان الله. زیرا که لا اله الا الله بینا چیزی بزرگ است. در حدیث اومده است که امام محمد در مسندشون روایت میکنند، میگند ان السماوات السبع والارضین السبع لوضعت فی کفتین، اگر آسمان های هفتگانه و زمین هفت طبقه به یک طرف ترازو، به یک کف ترازو گذاشته شود و لا اله الا الله به یک طرف دیگری ترازو گذاشته شود، رجحت بهن لا اله الا الله، لا اله الا الله غلبه میکند به هفت طبقه آسمان و زمین. الله اکبر، الله اکبر. عامه سلف، همه سلف میگفتند که ترازو دو کفه دارد، دو پهلو دارد. بارک الله فیکم. چی را وزن کرده می شود؟ چی چیزها برکشیده می شود؟ وزنی عملها و اینچنین انسانها، جسم انسانها هم عمل کشیده می شود، یعنی وزن کشیده می شود. انسانها هم به ترازو گذاشته می شود. در بعضی روایت‌هایی که اومده است پیامبر میگوید انه لایأتی الرجل العظیم السمین یوم القیامه لا یزن عند الله جناح بعوضة اقرأوا فلم نقم لهم یوم القیامة وزنه. یک آدم های بنیاد بزرگ میگویند که در نزد الله وزنشان مثل پشه هم نیست. بعضی انسان ها از سبب ایمان وزنشان به وزن می شود و همون هم به عمل ثابت شده و سبب جنت دروی می شود. بارک الله فیکم. یا حدیث عبدالله ابن مسعود. عبدالله ابن مسعود وقتی که یک روز به بالای خرما می برایند، صحابگان می خندند. پیامبر میگن که برای چی میخندید؟ گفتند که برای پای عبدالله ابن مسعود میخندیم. چرا؟ برای اینکه گفتند پای عبدالله ابن مسعود ببینید معده و باریک و خراب است. پیامبر گفتند سبحان الله والذی نفسی بیدی، قسم به همان ذاتی که نفس من در دست اوست، قسم به الله، لهما، هر دو پای کوچک عبدالله ابن مسعود، اثقل فی المیزان من احد، در بالای میزان ترازی روز قیامت وزنینتر از کوه احد است. الله اکبر. پس این دلالت میکند که انسان‌های مؤمن موحد خودشون هم ترازو کرده میشن و سبب نجاتشون میشود. پس پای خراب بودن در این دنیا یا معده بودن و یا جسم کوچک بودن، این چنین چیزها اعتبار ندارد. توحید انسان رو بزرگ میکند. این البته حدیثی که گفتیم حدیث صحیح است. امام محمد در مسندشون روایت کردند. با همین شما فهمیدید که بارک الله فیکم ترازو چگونه است و چگونه عملها برکشیده میشد. اما در کجا برکشیده میشد؟ مکانی برکشیدن، مکانی ترازو پیش از وارد شدن به پل صراط است. وقتی که انسان ها از قبر میخیزند، وقتی که حساب کتاب شروع می شود، ترازو پیش از به پل صراط است. بعد از ترازو پایان یافتن، بعد انسان به پل صراط میرد. بارک الله فیکم.
آیا همه حساب کتاب پیش از پول سرات است؟ علما آشکار و واضح میگن که حساب کتاب دو نمود است. حساب کتاب موحدین با کفار، اگر یک کفار بر بالای موحدین ظلم کرده باشد، از سبب اینکه کافرها یک بار دوزخ می‌دارند، پیش از پول سرات کافر و موحدین بین همدیگر او مسائل ظلمی که بود حل میکنند. هر کافری که به بالای اهل توحید ظلم کرده است، پیش از پول سرات اینا قصاصش میگیرند. اما اگر مؤمنین و موحدین به همدیگر یگان کمبودی کرده باشند، قصاصشون بعد از پول سرات است. بعد از گذشتن از پول سرات بعد قصاص میگیرند. یا که بعضی میگن که بعد از این که به دوزخ میدرآیند انسان‌های گناهگار و از دوزخ بیرون میشوند انسان‌های موحد و گناهگار، بعد از این قصاص همدیگر را میگیرند و بعد به جنت میدارند. انا من قول راجح است. بارک الله فیکم. یعنی قصاص مؤمنین و کافرین پیش از بگویم پول سرات، اما قصاص مؤمنین بر مؤمنین اگر کمی یک کس به یکش ظلم کرده باشد، بعد از دوزخ برآمدن و پیش از به جنت در آمدن. با همین القرار را به پایان میرسونیم و باذن الله سبحانه و تعالی در حلقه آینده درباره حوض کوثر و دیگر مسائلی که در این کتاب ذکر شده است به شما صحبت خواهیم کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.